معالي الوزير اهلا وسهلا وشكرا على اتاحه هذه الفرصه. نزدیکترین متحد شما در منطقه یعنی اسد دچار فاجعه شد و به اجبار از کشورش فرار کرد. آیا شما در اون لحظات به او پیشنهاد پناهندگی دادید؟ پیشنهاد پناهندگی اونم به اسد؟ مگه مغز خر خوردیم؟ ما خودمون الان دنبال اینیم یک جایی رو پیدا کنیم بهمون پناهندگی بده. بعد تازه فرض کن ما به اسد پیشنهاد میدادیم. بعد سوراخ موش از کجا بیاوردیم یادیم بهش؟ شما گفتید که در روزهای آخر میدونستید که نظام اسد سقوط میکنه. آیا این بیانگر شکست اطلاعاتی ایران نیست؟ نه داداش، کدوم شکست اطلاعاتی؟ اوزما از همه چی خبر داشت، اما میخواست به هر زوری شده بشر رو نگه داره. واسه همین به من گفت برم تو دمشق شاورما کوف کنم. البته گیجی اوزما کار دست ما داد، چون بعدش اومد گفت ما اطلاعات رو فرستاده بودیم منتها این پایین ماینا گیر کرد. اوزما یادش رفته بود هفته قبلش منو فرستاد سیر تا پیاز قضیه رو به بشار بگم. حالا این وسط ما ضایع شدیم دیگه. هر کی ما رو میبینه میگه عباس شاورما، به ریشمون میخندن دیگه. ایران چه زمانی به این باور رسید که تمام سوریه به زودی دچار فروپاشی میشه؟ والا ما تا آخرش که باور نمی کردیم، اما جایی که اوزما به روسیه رو انداخت گفت جان مادر 4000 پاسدار سوزن خورده ما رو جله‌ای بار بزن بفرست ایران، من دیگه فهمیدم قضیه جدیه. گفتم اوزما من میخواستم برم دمشق فلافل بخورم تازه. گفت کارت بخوره به اون شکمت عباس، فلافل خوردن همان و کتلت شدن همان، که ما هم دیگه ماسار کشته کردیم و خلاص. شما درباره محور موسوم به مقاومت اعم از حماس، حزب الله، سوریه و حوثی‌ها سخن گفتید. آیا پس از تمام تحولات در غزه و لبنان و سوریه چیزی از این محور باقی مونده؟ آره بابا، مگه ندیدی اوزما گفت محور مقاومت یه فکریه تو کله ما؟ البته ما که نمیدونیم فکر چیه، اما لابد یه چیزی هست دیگه. تازه این غیر از وافور نیم متری مقام اوزماست که در واقع بخش باقی مونده از محور مقاومت که با همین میشه ضربات محکمی به دشمنان وارد کرد. ایران به قدرتی محلی تبدیل شده و قدرت منطقه‌ای نیست، چون پس از تحولات منطقه دیگه در منطقه نفوذ نداره. من همچنین استنباط کردم که بخش‌های بزرگی از مردم ایران تمایل دارن که دولت بیشتر از خارج به داخل بپردازه. بابا اینجا استدیو یا دیزی سندی، نیم ساعت نخود لوبیامونو بار گذاشتی داری گوشتمونو میکوبی. بابا این رسمش نیست که تا میام عبای پاره اوزما رو یه کوچ بزنم میگیری جرل با جرش میکنی. قدرت محلی کدومه؟ اوزما رو که میشناسی تا روز آخر از خود کردن کوتاه نمیاد، کوتاه بیاد امامه به باد میره. اما جان مادرت توی چی کوتاه بیا، هر چی شاورما خورده بودیم گفتمون کردی تا